سلام بچه ها، امیر امپیتیری هستم. اومدیم با یه ویدیوی جدید. این اولین ویدیوی منه که قراره تو یوتیوب بذارم و قراره ویدیوی اولم با ویدیوی آموزشی شروع شه، اگه خدا بخواد که ادامه بدیم و براتون کلی ویدیو بذاریم. ویدیوی ما راجع به فری فایر و آموزش های فری فایر هستش. الانم میخوام سنس بهتون معرفی کنم، بریم نظر دوستامون رو در مورد این سنس ها بهتون بگیم. خب بچه ها، بریم داخل سنسیتیویتی. اوله هم میذاریم سنسیتیویتی اولش، اولی جنرال روی 100، دومی روی 73 و سومی روی 54 چهارمی روی 100 و پنجمی روی 96. آخری هم که زیاد مهم نیست، میتونیم بذارید روی 50، هر عددی که عشقتون میکشه. خب این از سنس اول میخواید اسکرین شات بگیرید. خب بریم سنس دوم معرفی کنیم بهتون. سنس دوم طبق سابقه هایی که من داشتم اینا رو چیندم و سنس آخری از یه یوتیوبر گرفتم. سنس دوم 99 اولی میذاریم. 99. خب دومیش میذاریم روی 84، سومی روی 68 و چهارمی روی 68 دوباره، اسکوپا همه مثل هم باشه، و پنجمی روی 88 و آخری هم که مهم نیست همزم روی 30. این هم از سنس دوم. اینو اگه میخواید اسکرین شات بگیرید اینم. خب بریم برای سنس آخر که سنس برزیلی هستش و از یه یوتیوبر خارجی گرفتم. سنس اولیش میذاریم روی 100، دومی 98، سریع بگم که تایم ویدیو زیاد نشه. 98 و سومی روی 70 و چهارمی روی 84، پنجمی روی 100، آخری هم که دلخواه من مثلا میذارم 70، هرچی 72. خب اینم از سنس، میخواید ازش اسکرین شات بگیرید. این و از این ویدیوی ما، امیدوارم که به کارتون بیاد و خیلی دوستتون دارم. حمایت کنید، هواتون رو دارم. ویدیوی آموزشی بیشتر براتون میذارم، تلاش خودم میکنم که دلتون راضی باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.